رزمنده 25 ساله MMA و قهرمان ویدیوی مشهور مسکو مترو لوبلینو رباطیم سیمومین مایدیف که ماه ایون سال جاری از روسیه اخراج کردند، از این به بعد در ازبکستان هنرنمایی میکند. رقیب اولین وی الکی معلوم شده است. 29 سپتامبر سال 2022 سیمومین در مسابقه WWFC 4 در شهر تاشکند در وزن سبکترین 56 کیلوگرم با حریفش از ازبکستان رحیم رجبالیف میدانداری خواهد کرد. پایگاه نوگانی‌های ورزشی سپورت تیجی خبر داد که نبرد سیمومین مایدیف با رجبالیف نبرد اساسی این مسابقه در پایتخت ازبکستان خواهد شد. سیمومین مایدیف تا امروز 5 پیروزی در دست داشته، یگان مرتبه شکست نخورده است. رحیم رجبالیف نیز یگان بار تا شکست نخورده است و 3 پیروزی در دست دارد. یادآور میشویم سیمومین مایدیف را شب 12 و 13 ایون سال جاری از مسکو اخراج کردند. صبح 13 ایون او را در زادگاهش در شهر کولوب در جنوب تاجیکستان همچون قهرمان با رقص و سرود پیشواز گرفتند.